سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی اسرار درخت است تقدیم از تلویزیون علم و طبیعت. با ما باشید. بینندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، واقعا هم در دوران سوسیالیستی مملکت به جمهوری ما درختان سایه افکن آرایشی خیلی زیاد وارد کرده شدند که امروز در گلگشت خیابان‌ها و مبزی‌های سرسبز و خرم خیلی خوب به نظر می‌رسند. و این زمان که بهار گلپوش در کشور ما حکم فرما است، درختان سایه افکن و آرایشی امروز غرق گل هستند. به خاطر رفتن نقطه‌ن به این موضوع ما صحبت داریم با استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور عبیدالله اکرموف، همزمان استاد علم‌های بیولوژی. خوش آمدید به برنامه ما. و واقعا هم این درختانی که ما عین حال اینجا قرار داره می‌بینیم که خیلی گلپوش هستند. خب چه سر و اسرار در اینها نهفته است که این درختان گل میکنن ولی میوه نمیدهند؟ باید قید کرد که در واقع نوع‌های سیب‌های یابویی هستند که یا که نوع‌های یابویی هستند که در شرایط تاجیکستان تا یک مرحله مطابق شوی آنها، یعنی مطابق شوی با اقلیم تاجیکستان، امکانیت پیدا کردن گل، روندهای تشکل یابی گل و یعنی گردالود نشدن تا آخر مشاهده کرده میشود که در نتیجه ما میبینیم در اول بهار در کوچه و خیابان‌ها درختانی مثلا گیریم که به نمود کبوترکنی کوچه و خیابان‌ها تشکیل کرده شده هستند، پر از گل هستند و گل آنها می‌درخشند و کوچه ها را خوشبوی و بسیار هم زیبا منظره میکنند و دقت اهالی را بیشتر به خود جلب میکنند. این از یک طرف بسیار هم زیبایی شهر را باز هم پوره و تکمیل می‌دهد که برای توجه سیاحان بسیار جالب دقت است و باید قید کرد که سالهای آخر با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امانی رحمان بسیار نمودهای رستنی‌های آرایشی سایه افکنی که برای تاجیکستان مطابق کردن و در تاجیکستان پرورش کردن خصوصا در شهر دوشنبه وارد کرده شده است. خوشبختانه هنگامی به تاجیکستان آوردن این درختان از طرف متخصصان توصیه‌های زیاد داده شد و نتیجه این بود که در شهر دوشنبه در کوچه و خیابان‌ها امروز این رستنی‌های درختی قامت افروختند و شکل طبیعی خود را گرفتند، لیکن در برابر پیدا شدن گل آنها مرحله تشکل یابی گل را دارند، اما با یک سر نهانی که مثلا این رستنی‌ها که از منطقه‌های گرمی دوست تروپیکی آورده شده هستند و مقداری آن گرمی‌هایی که برای دراز ساعت بیولوژی باید موافقت کند در مرحله تشکل یابی گل ناکفایگی میکند. از همین جهت این رستنی‌ها گل میکنند و روند تشکل یابی گرد گلی آنها محدود میگردد و مرحله مثلا ساعت بیولوژی با امکانیت نمی‌دهد که گرد آنها گردآلود شود و در نتیجه آنها بعد گل را آراستن گل‌های آنها میریزند و باید قید کرد که لیکن دیگر نمودهایی که در شهر دوشنبه سالهای آخر وارد کرده شده هستند، مثلا ما می‌بینیم که در قسمت منطقه باغ دوستی در منطقه مثلا گیریم گرد و اطراف شهر دوشنبه هستند، از آن جمله نوع‌های زردآلو، نوع‌های سیب، نوع‌های آلوبالو، نوع‌های شفتالو که بسیار هم خوب مطابق شده هستند و با یک نمودهای گل‌های خاص گلابی جگری، گلابی مثلا گیریم فعال، گلابی روشن، چون با یک سری اسرار طبیعی گل کردن که مثلا گیریم توجه شهروندان را به خود بیشتر جلب میکند و این امکانیت میدهد که از یک طرف طبیعتاً زیبا شدن شهر دوشنبه، از طرف دیگر یک مثلا گیریم کانسپت نوی شهر دوشنبه پیدا شده است که این نشان میدهد که تاجیکستان تا یک اندازه در مرحله کبوترکنی آبادانی تجربه جهانی دارد و گذشتگان ما با این اصولها مثلا شهرها را زیبا میکردند و در نتیجه یک خیابان‌های پیدا میشدند که شاعر و نویسندگان ایجادکاران در این کوچه ها در این موضع‌های سبز و خرم با ایجادات نوی بهاری یعنی الهام میگرفتند، یک دل آنها مثلا جوش میزند که در نتیجه بسیار شعر و نوشتجات‌ها بسیار رمان و پاویست‌های نو یعنی تولید میکردند. این خوب است که تا یک اندازه در شهر دوشنبه چنین نمودهای درختان زیاد شده و به خاطر آنکه این رستنی‌ها پورا میوه دهنده نیستند و به خاطر آنکه
هنگام اخراج گازهای مثلا گیریم از واسطه‌های نقلیاتی اخراج شده و از واسطه‌های کارخانه استحصالی اخراج شده که در نتیجه اگر ما رستنی‌های میوه‌دهنده پر را تشکیل کنیم، مثلا سیب‌های سرحاصل را تشکیل کنیم که آلو بالو یا شفتالو یا انجیر یا دیگر نوها را تشکیل کنیم، در نتیجه میوه اونها زهرآلود میشوند. به خاطر همین است که رستنی‌های درختی و بوتگی که در شهر آورده شده هستند، با مثال مثلا سیرین و با مثال درخت فرق، درخت مثلا زیرفون و درخت مثلا گریم شولش و دیگر درختان بوته شولش که ما سالهای اخیر دیدیم که در شهر دوشنبه حتی رستنی بلود و شاه بلود در یک سال تا 2 مرتبه گل کرده شهر رو زیبا کرده ایستاده است. حتی حالت‌های برمحل پیدا شدن گل‌ها در رستنی‌های کشتن مشاهده کرده میشد. بسیار هم این یک نشانه بهتر شوی حالت اکولوژی شهر دوشنبه نشان میده. خیلی خوب و واقعا ما وقتی که به این درختان آرایشی نظر میافکنیم میبینیم که اونها قبل از برگ کردن اول گل میکنن. خب چی سری در اینها نهفته است؟ باید قطع کرد که درختان یک سیر اسرار طبیعت است که مورچه‌های گنراتیوی این رستنی‌ها در اول از محیط اطراف انرژی سبز خود را میگیرند و آنها بیشتر فعال میشن. قابلیت اکتشافیابی مثلا حجره‌های گنراتیوی گل نسبت حجره‌های وگتاتیوی مثلا برگ، نوده و شاخچه فعالتر میشد. این خوب است، بسیار خوب است که بسیار رستنی‌ها اول من می‌بینم که این سال در شهر دوشنبه مرحله گلکنی رستنی‌ها موافق اپتیمالی طبیعت به عمل آمد که در انچه آنها پورا وظیفه خود را اجرا کردند. بعد باران شدیدناک بهاری آهسته آهسته توانست که طبیعت شهر دوشنبه و کوچه و خیابان‌ها اینچنین جمهوری تاجیکستان را برای مثلا گیریم باز هم از جهت اکولوژی سالم نگاه داشتن تامین کرد و از همین جهت این سیر اثر طبیعت است که آنها پیش از مثلا برگبراری اول گل خود را تشکل میدهند تا اینکه گل‌ها خوب تشکل یابد. ببینید اگر مثلا برگ تشکل یابد، نارسایی روشنایی، نارسایی مثلا گریم محیط خاص اکولوژی برای تشکل یابی گل و برای گردونشوی گل مانعی پیدا میکنند و برای همین است که رستنی‌های آرایشی همین خصوصیت خیلی خاص را دارند که اول آنها مثلا گل میکنند بعد برگ میتن. بعضی رستنی‌های میوه‌دهنده از اون جمله آلیچه، آلو بالو، آلو شفتالو، زردآلو، سیب این خصوصیت خود را دارند که اینها هم از طبیعت یابویی گرفته شده هستند و از همین خاطر است که آنها در اول گل خود را تشکل میدهند، در مرحله طبیعت گردآلود میشوند، وظیفه خود را گل به اجرا میرساند. بعد از آن بعد میبینیم که ما مورچه‌های وگتاتیوی انکشاف یافته نهاده و برگ‌های خود را تشکل میدهد که برای سراب درخت را مثلا گریم برای کنسپسی درخت را درست جابجا کنند. می‌بینید که اول گل فعالیت بیولوژی خود را با آخر میرساند، بعد با آخر رسانده بعد رستنی سیستمی تشکل یابی کنسپسی برگ‌ها را در قبطات تشکیل می‌دهد که این هم یک بسیار از سری اسرار طبیعت است که چطور مثال این خصوصیت در رستنی‌های سبزیجاتی دیده نمی‌شود. آنها اول برگ پیدا می‌کنند بعد مثلا گل پیدا، لیکن رستنی‌های آرایشی و رستنی‌هایی که مثلا بیشتر اهمیت اکولوژی دارند آنها در طبیعت اول موقع خود را با گردهایی که خوشبوی کننده با افیرهای مثلا گریم دارای ماده مخصوص بیولوژی که طبیعت را بسیار هم خوشبوی می‌کنند و پیش راه افلاس شوی و زهرالودی های اتمسفر را می‌گیرند. صدها هزار متر کوبی یا صدها هزار لیتر مثلا گریم یا کیلوگرم گریم اگر شهد این گل‌ها در طبیعت باقی میماند که برای 10 روزه ها طبیعت هم بسیار هم یک بوی طبیعتی خاص را پیدا می‌کند که برای مثلا گریم شخصانی که بیماری‌های مثلا گریم شوش هستند بسیار منفعت بخش هستند و برای آنها بسیار یک نیروی بزرگ میبخشد که در نتیجه عضوهای مثلا گریم شامیه آنها عضوهای مثلا قسمت ذائقه آنها عضوهای سامیه آنها بیشتر از این فعال میگردد که آنها یک مثلا گریم تأثیر مثبت بهار را حس میکنند که برای آنها یک نیروی سازندگی برای فراهم گردیدن سیستم عصب مساعدت میکنند. واقعا این درخت‌های آرایشی و سایه افکن هستند. وقتی گل میکنن گل آنها به طبیعت چه تأثیری میرسونه؟ باید قطع کرد که گل آنها
برای طبیعت یک منبع انرژی میشوند. در بسیار حالت‌ها مثلا گیریم از گلی رستنی هایی که در طبیعت به عمل میان بسیار حشرات ها استفاده میبرند، بسیار پروانه ها استفاده میبرند که اینها در زنجیر غذا هستند و همچنین در گردش مواد هستند که در گلی این رستنی ها مقدار زیادی مگنی است، مقدار زیادی آهن است، مقدار زیادی کوبالت است، بور است، میس است که این مقدار باز برمیگردد بر عالم رستنی ها که در نتیجه رستنی ها از اون غذا میگیرند. ببینید که از طبیعت به طبیعت، از طبیعت باز به طبیعت برمیگردد که در نتیجه رنگ و رنگی طبیعت پیدا میشه. اگر که این نباشد رنگ و رنگی طبیعت موقع خود را وابسته به نمود رستنی های مثلا آرایشی سایه افکن پیدا کردن نمیتونه و از همین جهت در بسیار منطقه هستند که از گل رستنی های میوه دهنده بسیار محلول های عطریاتی استفاده برده میشه. مثلا در هندوستان یا اینکه در پاکستان، در کشور خیتای و خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان هم از بسیار رستنی های مثلا گیریم اولیچه و آلوبالو، سیب بسیار طبیبان هر گونه نوشابه ها تیار میکنند، هر گونه مثلا گیریم شیرینی ها تیار میکنند، محلول های شیرینی تیار میکنند که شیرینی تیار میکنند که برای سلامتی انسان رو یعنی بهتر گردوندن استفاده میشه. برای همین است که یکی از سیر اسرار طبیعت است که ما نمیدونیم که مثال گل رستنی ها برای حیات ما چه خیلی فایده آور است. ببینید که وقتی که گل رستنی ها بریزند یا که تشکل می‌یابند در طبیعت یک عطریاتی بسیار هم دلخوش کننده، بسیار هم مثلا گیریم عصب انسان را آرام کننده که یگام دارو با وی برابر شده نمیتواند. وقتی که انسان از این کوچه ها میگذرد این بوی را حس میکند و بسیار خوشحال میشه. این زیبایی است. این مثلا گیریم یک تمنیات رستنی ها برای انسان است که آنها وقتی که ما با رستنی ها زحمت زیاد کشیدیم، آنها را شناندیم، نگاهبین کردیم، غذا دادیم، آنها با ما یک مثلا گیریم یک ماده های عطریاتی را برای ما میبخشند که ما از وی الهام گیریم، ما از وی مثلا گیریم انرژی بیولوژی گیریم که تا اینکه برای سلامتی ما یک منفعت باشه. برای همین است که بسیار طبیبان توصیه می‌کنند که در فصل بهار بسیار پیاده‌گردی کردن در کار است که تا اینکه یک مقدار زیادی مثلا گیریم اکسیژن از جهت اکولوژی تازه و مقدار ماده‌های خوشبویی کننده به بدن انسان وارد شود تا اینکه سلامتی انسان مرحله به مرحله بهتر گردد. و واقعا هم زمستان امسال خیلی سرد اومد، چندین بار برف بارید. خب این درختان آرایشی و سایه‌افکن که از کشورهای گرمی دوست آورده شدند، خب به اقلیم ما معلوم است که به اقلیم ما مطابق شدند. زمستان سالهای 2024 2025 برای شرایط تاجیکستان گیریم اگر به یک حالت مینیمالی و قسما 10 تا 15% ماکسیمالی بود و سردی هایی که به عمل آمدن نه اونقدر سردی های خطرناک بودند. این سردی ها مثلا گیریم برای حالت فیزیولوژی و بیولوژی رستنی های همیشه سبز، رستنی های گلدار نه اونقدر تهدیدها کردند. زیرا با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر مقدار زیادی نمودهای رستنی های همیشه سبز، سایه افکن، آرایشی شناخته شد که در نتیجه آنها یک میکرو اقلیم طبیعی را تشکیل کردند که این میکرو اقلیم طبیعی توانست که یک سیستم اکولوژی را با وجود بیاورد. این سیستم اکولوژی یعنی یک اقلیم خاصی که برای نگاه داشتن محافظت در سیستم رستنی ها تشکیل کرد که مثلا در ما ببینیم که در ساحل بحری میانه زمین یا که در ساحل بحر سیاه بسیار جنگلزار هستند که این اقلیم را برای سالم نگاه داشتن درختان استفاده میکنند و در تاجیکستان همه خشته استفاده است که خوشبختانه در طول 10 سال اخیر صدها هزار رستنی های سایه افکن و آرایشی در شهر دوشنبه در منطقه های گرد اطراف شهر دوشنبه شناخته شد که در نتیجه آنها از خود یک انرژی بیولوژی را حاصل کردند که این انرژی بیولوژی برای متعدل نگاه داشتن سردی ها و پس فراوردن تاثیر سردی استفاده کرده شد که در آن جایی که مرغزارها هست، در آن جایی که بیشه‌زارها هست، در آن جایی که جنگلزارها هست یک میکرو اقلیمی طبیعتا خاص پیدا میشد که نمیگذارد که در این موضع ها حادثه های ناخوش ایجاد شود. و ببینید که در شهر دوشنبه تا روزی مثلا 27 مارس حالت باریدن باران سیل، باران شدتناک مشاهده کرده نشد. این از آن شهادت میدهد که
هر قدر که ما در شهر دوشنبه کوچه و خیابان‌های و گرد اطراف آن ما بیشتر درختان آرایشی سایه‌افکن و همیشه سبز را شناختیم، آنها توانستند که یک محیط اکولوژی را برای شهر تشکیل کنند و از همین خاطر است که عالمان توصیه می‌کنند که در همه منطقه‌های شهر دوشنبه باید همخوانی باشد تا اینکه در نتیجه آن مقدار گازهایی که در محیط پیدا میشن، گاز کربن، مثلا گاز اکسید سولفور یا که پیوستگی‌های سوگدار یا پیوستگی‌های خرومدار یا که پیوستگی‌های ارسن و کدمیدار، آنها تاثیرشون پایان می‌فراید. در نتیجه دویما در شهر یک محیط فورم وارد شده می‌استد که ببینید در بسیار حالت‌ها ما واردشوی مثلا گیریم بادهای فورم رو مشاهده می‌کنیم که سال‌های پیش چنین بادها مشاهده کرده نمی‌شد. این بادها مثلا گیریم در بسیار کوچه‌های شهر دوشنبه به نمود حرکت تسمه‌گی و حرکت زنجیری دورگی مشاهده کرده می‌شد که برای از شهر برآوردن گاز کربن مساعدت کرده است. ببینید که برای از شهر برآوردن گاز کربن حالت آن ماده خوشبوی کننده اون اکسیژنی که از رستنی حاصل میشه زیادتر شده است و برای همین است تنگ کرده برآوردن گاز کربن از کوچه‌ها از محله‌های اهالیشین با تناسب اپتیمالی رفته است. ما سال‌های پیش اگر وقتی که از طرف ناحیه یومون یا که از طرف مثلا گیریم ولایت سو به شهر نزدیک میشنه، در بالای قسمت بالای شهر تشکل یابی گازهای مثلا گیریم غبارآلود رو مشاهده میکنیم و ببینید که در 3 سال اخیر خیلی کم شده است. این معنی اون دارد که نوبسته از آن که در شهر کارخانه‌های صنعتی فعال شده باشد هم مقدار تکنیک زیاد شده باشد هم، ولی در برابر این کبودزارکنی محل‌ها، آبادانی محل‌ها، گلگشت‌ها توانستند که یک محیط طبیعی را در شهر زیادتر کنند و از همین است که ما باید شهر را در 4 فصل سال همین خیلی باید نگاه داریم که تا اینکه محیط مثلا گیریم خوشبویی کننده، محیط بسیار هم برای سلامتی انسان جهت تامین اکسیژن آزاد باید زیادتر شود. ما مشاهده میکنیم که واقعا هم درختان آرایشی و سایه افکن بیشتر در نزدیکی شاهراها شنانده شدند. خب این گازهایی که از ماشین ها اخراج می شود، استواری این درختان با این گازها چگونه است؟ باید خیال کرد که پیش از همه باید در شاهراها نه یک قطار نه 2 قطار بلکه از 6 قطار، 9 قطار، 12 قطار، 16 قطار باید زیادتر باشد. در نتیجه استواری گازهای اکسیژنی نسبت به گازهای کربن زیادتر می شود. ببینید که در یک ثانیه در سیاره زمین 10,000 متر کوبیک گاز کربن حاصل می شود، 3,000 کوب اکسیژن. لیکن موافق قانونیت‌های طبیعت باید برعکس باشد که در یک ثانیه باید 10,000 کوب اکسیژن حاصل شود و 3,000 کوب گاز کربن. از همین جهت که مدل‌هایی که امروزها درختان رو میشنونند، ببینید که در بسیار جای‌ها درختان رو شنونده آبانی خطرگی را تشکیل کردن، یک قطار درختان سبز مشاهده کرده می شود و تاثیر گازهایی که از اخراج مثلا واسطه‌های نقلیاتی سوگواری مثلا دیزلی اخراج می شود تاثیر تا 50-60% پایان فرآمدگی است. لیکن اگر ما این را 2 قطار، 3 قطار، 6 قطار، حتی 12 قطار کنیم، در نتیجه تاثیر گازهایی که خارج می شوند از پیوستگی‌های سولفوردار هستند، کربندار هستند، پیوستگی‌های مثلا گیریم آلومینیوم، پیوستگی‌های خرومدار و بیستور هستند پایان می‌فراید. یعنی تاثیر پر از بین می‌رود که در نتیجه حالت وارد شدن گازهای زهرناک به شهر دوشنبه، کوچه و خیابان‌های مرکزهای شهرها کمتر می‌شود. ببینید که هر قدر که واسطه‌های نقلیات زیاد شود باید از 10 تا 15 مرتبه مثلا اگر در شهر دوشنبه به حساب میان اگر 420 هزار واسطه نقلیاتی باشد، در شهر دوشنبه باید زیاده از 420-450 میلیون بیخ رستنی‌های همیشه باید بسیار باشد که در نتیجه میتواند که پیش راهی پنجشوی گازهای انگیدریدی از اونجا اکسید کربن 4 اکسید مثلا سولفور، اینچنین اکسید سور، اکسید خرم و دیگر پیوستگی را گیرد که در وقت سوختن مثلا بنزین، در وقت سوختن گاز، در وقت سوختن سلیارکه ها اینا حاصل می شوند. ببینید که در 1 کیلوگرم سوختن بنزین قریب که تا 30 کیلوگرم اکسیژن می سوزد.
فکر کنید که در شهر در یک شبانه روز چقدر واسطه نقلیات بنزین رو میسونه، چقدر اکسیژن سوخته میشه. در نتیجه در شهر پیدا شدن هوای خوش زیادتر میشه. در برابر زیاد شدن رستنی‌های مثلا اگر همیشه صبر، رستنی‌های آرایشی، این تناسب کمتر میشه. هر قدر که اکسیژن زیاد شود همان قدر تاثیر پنشوی، گاز کربن، پیوستگی سولفوردار، پیوستگی خرومدار، پیوستگی مثلا روحدار کمتر میشه که در نتیجه این برای بیماری‌های مثلا سرطان شوش، سرطان پوست، سرطان مغز سر بسیار یک تأثیری بسیار خوب میرسد که در نتیجه بیماری‌ها کمتر میشه. در شرایط تغییریابی اقلیم استواری این درختان آرایشی و سایه‌افکن در جمهوری ما چگونه است؟ باید قید که یک معجزه است در که پیش از همه باید ما با عرض سپاسگزاری خیلی زیاد به اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان توانست بسیار تشبس‌های خوب را در مسئله کم‌وزیار کردن. می‌بینید که حتی روزهای بارانی است، ما عالمان مثلا از بارانی می‌هراسیم، اما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کوچه و خیابان‌ها با شنودن نهال‌ها تشبس نشان می‌دهند. این نشان داد که هر قدر که ما با طبیعت بیشتر محبت کنیم، مسئولیت‌ناک باشیم، همون قدر درختان حس کردن. در نتیجه در شهر دوشنبه یا در تاجیکستان حالت مطابق شوی رستنی‌ها برای تغییریابی اقلیم مثبت ارزیابی کرده میشه. حتی کارشناسان خارجی وقتی که به تاجیکستان آمدن در حیرت ماندند که چقدر در 5 سال اخیر حالت انکشافیابی رستنی‌های سوزنبرگی، رستنی‌های مثلا کاج کبود، کاج عادی و بسیار رستنی‌های دیگری که در شهر انکشاف یافتند قامت بلند افروختند. این معنی آن دارد که مطابق شوی آنها زیادتر شد. یعنی یک حس کردن مسئولیت نگاهوبین استواری رستنی‌ها رو برای تغییریابی اقلیم زیاد کرد. از این جهت توصیه کرده میشد که ما باید موافق خصوصیت‌های بیولوژی رستنی‌های همیشه سبز، رستنی‌های آرایشی، رستنی‌های میوه‌دهنده حتما باید اگرتکنیکی نگاهوبین آنها رو باید رعایت کنیم که در نتیجه این امکانیت می‌دهد که استواری رستنی‌ها رو برای تغییریابی. حتی ببینید که در ماه‌های ایول آگوست حرارت هوا تا 49 50 52 درجه بالا میرفت. رستنی‌ها اگر که مثلا از ساعت‌های 10 تا ساعت‌های 4 کمتر ناراحتی خود را حس می‌کردند، اما بیگاهی روزی‌ها آنها گویا که هیچ چیزی را درک نکرده بودند. یعنی معنی آن دارد که رستنی‌هایی که در شرایط تاجیکستان سال‌های اخیر آورده جابجا کرده شدند، آنها با حالت خیلی خوب مطابقت پیدا کردند. ببینید که در ساحل دریای مثلا ورزوب، ساحل دریای دوشنبه بسیار حالت‌های مطابق شوی رستنی‌ها به نظر رسید که این یک باعثی یعنی تجربه است که در اینجا شاهبلود، در اینجا مثلا رستنی‌های سوزنبرگی، صنوبرگی، درختان فرگ، درختان کاج کبود و دیگر نمودهای درختان سور توانستند که سراب خود را ساخته مثال شاهراه را به یک شاهراه بین‌المللی، به یک شاهراه جهانی، به یک شهری مثلا در سطح بین‌المللی جوابگو پیدا کردن. این معنی آن دارد که ما مردم تاجیکستان اقتدار امکانیت داریم که همین شاهراه‌ها را چنین دارای سیر و اسرار طبیعی داشته. وقتی که از این شاهراه‌ها مثلا شاهراه دوشنبه باخته را ببینید، یک مرحله‌های نوی استواری خود را، یک شاهراه دوشنبه وحدت را یا دوشنبه مثلا منطقه سود را ببینید، الکی یک تغییرات‌ها وارد افتاده است که از یک جهت ما وقتی که تغییریابی اقلیم میگیم در این جامعه می‌بینیم که حالت استواری درختان زیاد شده است. این معنی آن دارد که یک مناسبت درست دانستن سیر و اسرار طبیعت، سیر و اسرار درختان و با آنها فراهم آوردن که آن شرایطی که آنها می‌خواهند امکانیتی ما را نجات دادن، انسانیت را نجات دادن درختان از مثلا هوای خشک و از مثلا گاز کربن و از دیگر چیزها پیدا کرده است که یک درک کردن طبیعت به ما محیط خاص را آفریده است که ما باید این را درک کنیم تا اینکه آن تحفه‌هایی که این روز طبیعت به ما می‌دهد. ببینید که وقتی که به تاجیکستان یک هوای خشک به مانند غبارآلودی وارد شد، بسیار یک خطر را تهدید کرد. ولی بعدی مثلا 35-40 دقیقه آن بعد از آن بارشات وارد شد که در نتیجه خود آن ماده‌هایی که تهدید کننده بود با تاثیر باران‌های شدیدناک پایان فرآورده شد. این تحفه از طبیعت بود.
که در سراسر جمهوری تاجیکستان یک تحولاتی سالمگردانی طبیعت پیدا شد. این سر اسرار طبیعت است که اگر ما با طبیعت مثلا گیریم در یک خطی راست با یک مناسبت خوب قرار گیریم، طبیعت هم به ما تحفه های مثلا گیریم بسیار هم حیات بخش رو به ما میتید که این به ما امکانیت میتید که سالمی جامعه، سالمی محیط اطراف تامین کرده شود. تشکر میکنیم برای یک صحبت پرمحتوا و اندیشه‌های خیلی جالب. بینندگان گرامی خاطررسان میکنیم که در مهمانی برنامه اسرار درخت حضور داشتند استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور عبیدالله اکرموف، همزمان نامزد علم‌های بیولوژی که در رابطه با اسرار درختان سایه‌افکن و آرایشی در فصل بهار و گل کردن آنها برای ما و شما معلومات‌های مفید ارائه نمودند. بعد این ترتیب ما رسیدیم به انجام برنامه نوبتی اسرار درخت از تلویزیون علم و طبیعت. برنامه‌های دیگر تلویزیونی ما ادامه دارد. ما را همراه باشید.